در کابل ازدحام اعتراضگران نظامیان پاکستان را با موشکباران مناطق جنوب و شرقی افغانستان متهم کرد. اعتراض 23 فوریه بعد موشکباران گروه‌های متهم با افراطگرایی در هر دو طرف مرز مشترک پاکستان و افغانستان دایر شد. نیروهای امنیتی پاکستان میگویند که پناهگاه‌های جنگجویان را در داخل افغانستان هم موشکباران کرده‌اند. اعتراضگران افغان و حکومت این کشور تاکید می‌کنند که موشکباران مردم زیادی را به ترک مکان دائمی زیستشان وادار نمود. شورای پناهندگان نروژ که در افغانستان قرارگاه دارد میگوید این عملیات به کمش 200 عائله افغان تأثیر گذاشت. گردهمایی کابل قطع موشکباران فرامرزی را تقاضا کرده از جامعه بین المللی دعوت نمود که این عملیات پاکستان را محکوم کند. نیروهای خود پشتیبانی میکنیم. مرد به پنجاب